سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس سوم را می‌آموزیم که موضوع درس انگلیسی ما محسوب می‌شود و تانگنسی سوم و فرق کنش. بیایید در اول ترم را همراه شما دیده براییم و با واسطه این ترم فرموله ها رو نوشته بعد موضوع انگلیسی را با مثال ها مستحکم می‌کنیم. ترم الف و بتا فرموله زیری درست است. تانگنسی در داخل خاص الف جمع بتا برابر تانگنسی الفا جمع تانگنسی بتا تقسیم یک مینوس تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بتا. فرمول دوم باشد تانگنسی الفا مینوس بتا این برابر است با تانگنسی الفا مینوس تانگنسی بتا تقسیمی در مخرج خاص باشد یک جمع تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بتا. و این فرمول را شرط چنین بگیریم. قیمت امکان پذیر الفا و بتا همه اون قیمت هایی می باشد که برای آنها تانگنس های کنش‌های الفا و بتا چنین می باشند. این چنین الفا جمع بتا معنا دارد. از اینجا معلوم می شود که همان ها نباید در آخر دیامتر عمودی تمام شوند و آنگاه برای هر یکی از سه کمانی که دیده برآمدن ممکن است قیمت کوسینوس با 0 برابر نیست. یعنی تانگنس هر سه کمان عددی آخر نقطه است. شما میتونید شرح این مثال ها رو یا شرح این فرمول ها رو در کتاب درسی صنف دهم آموزید. بیایید همراه باز این دو فرمول رو می نویسیم و مستحکم میکنیم. یعنی به ما تانگنسی الفا جمع بتا داده شده است که این موافقاً به خط کسر به تانگنسی الفا جمع تانگنسی بتا و تقسیم یک مینوسی تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بتا برابر است که این فرمول یکم به حساب می رود. و فرمول دیگر نیست تانگنسی الفا مینوسی بتا این برابر است به تانگنسی الفا مینوسی تانگنسی بتا و تقسیم یک جمع تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بتا که این فرمول دوم به حساب می رود. بیایید این دو فرمول ها را استفاده برده موضوع را مستحکم کنیم. مثال یکم. در مثال اول چنین آمده است. آن را قید میکنیم. اگر تانگنسی الفا به 4 تقسیم 3 و تانگنسی بتا به 1 تقسیم 4 برابر باشد تانگنسی الفا جمع بتا را حساب کنید. می نویسیم تانگنسی الفا برابر است به 4 تقسیم 3 تانگنسی بتا برابر است به 1 تقسیم 4 پس قیمت ifade تانگنسی الفا جمع بتا حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت عددی تانگنسی الفا جمع بتا موافق فرمول یکم استفاده برده آن را اجرا میکنیم. یعنی می نویسیم تانگنسی الفا جمع بتا موافقاً برابر است به تانگنسی الفا جمع تانگنسی بتا تقسیم یک مینوسی تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بتا این برابر است به جای قیمت تانگنسی الفا قیمت موافق آن 4 تقسیم 3 را میگذاریم و جای تانگنسی بتا 1 تقسیم 4 را میگذاریم و در مخرج اینچنین این عددها را گذاشته حاصل میکنیم. می نویسیم 4 تقسیم 3 جمع 1 تقسیم 4 تقسیمی در مخرج باشد 1 مینوسی 4 تقسیم 3 و ضرب 1 تقسیم 4 حاصل می شود. قیمت ifade را موافقاً حساب میکنیم. برای حساب کردن قیمت این ifade چنین عملها را اجرا میکنیم. برابر ما می توانیم صورت را علایده و مخرج را علایده حساب کنیم. یعنی می نویسیم خط کسر مخرج عمومی عددهای 3 و 4 موافقاً به عدد 12 برابر است. 12 را به 3 تقسیم کنیم 4 12 را به 4 تقسیم کنیم 3 پس 4 را به 4 ضرب کنیم 16 جمع 1 را به 3 ضرب کنیم 3 حاصل می شود. در مخرج باشد 4 با 4 اختصار شده و ما 1 مینوسی 1 تقسیم 3 حاصل می شود. قیمت عددی کسر را حساب می کنیم. یعنی می نویسیم 19
تقسیم 12 خط کسر رو با تقسیم عوض میکنیم و در نتیجه از عدد یک تقسیم 3 رو گیریم و ما 2 تقسیم 3 حاصل می شود که این برابر است به 19 تقسیم 12 ضرب 3 تقسیم 2 برابر می شود. عددهای 3 و 12 رو موافقاً اختصار کرده قیمت آن رو یعنی 19 تقسیم 4 رو به 2 ضرب کنیم 8 حاصل می شود. 19 رو به 8 تقسیم نماییم 2 بطن و 3 تقسیم 8 حاصل می شود که این عددی افاده نتیجه مثالی یکم به حساب می رود. مثال دوم رو دیده می برایم. در شرط مثال دوم چنین آمده است. آن رو قید می کنیم. حساب کنید. توقع کرده می شود که در مثال A تانگنسی 15 گرادوس حساب کرده شود و در مثال B باشد تانگنسی 75 گرادوس حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت عددی این افاده ها ما فرمولای سوم و فرق تانگنس ها رو استفاده میبریم. در پایان آن را حل میکنیم. در مثال A توقع کرده می شود که تانگنسی 15 گرادوس حساب کرده شود. برای حساب کردن تانگنسی 15 گرادوس تانگنسی 15 گرادوس رو به نمودی فرق نوشتن خیلی قلای است. یعنی از عدد 45 30 رو ترک میکنیم. پس در نتیجه قیمت های تانگنسی 45 و 30 رو تانگنسی 45 به کدام قیمت و تانگنسی 30 به کدام قیمت برابر است آن را دانسته موافق فرمولا چنین می نویسیم. تانگنسی 45 گرادوس مینوسی تانگنسی 30 گرادوس در مخرج باشد یک جمع تانگنسی 45 گرادوس ضرب تانگنسی 30 گرادوس حاصل می شود. تانگنسی 30 گرادوس حاصل می شود که آن قیمت موافقا برابر است تانگنسی 45 به 1 مینوسی تانگنسی 30 گرادوس باشد موافقاً به عدد ریشه کوادراتی از 3 برابر است. یک تقسیم ریشه کوادراتی از 3 برابر است. تقسیم در مخرج باشد یک جمع یک ضرب تانگنسی 30 باز با یک تقسیم ریشه کوادراتی از 3 برابر است. پس قیمت افاده را ساده میکنیم. در اول خیلی که از اینجا معلوم است صورت کسر به 1 مینوس 1 تقسیم ریشه کوادراتی از 3 برابر است. آن موافقاً به ریشه کوادراتی از 3 مینوس 1 تقسیم ریشه کوادراتی از 3 تقسیم افاده در پایان بوده یک جمع ریشه کوادراتی از 3 تقسیم ریشه کوادراتی از 3 برابر است. آن برابر است و کسر یکم رو به تغییر میگذاریم و کسر دوم رو اختصار میکنیم. یعنی به جای ضرب تقسیم می نویسیم و آن رو موافقاً اصلاح میکنیم. پس برابر دوام میدهیم. ریشه کوادراتی از 3 مینوس 1 تقسیم ریشه کوادراتی از 3 ضرب ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 1 جمع ریشه کوادراتی از 3 حاصل می شود. هنگام اختصار کردن دو کسرها به ما ریشه کوادراتی از 3 مینوس 1 تقسیم ریشه کوادراتی از 3 پلس 1 حاصل می شود که این جوابی مثال تانگنسی 15 یا مثال A به حساب می رود. بیایید خوانندگان عزیز عیناً همین طور مثال B را دیده برایم. در شرط مثال B چنین آمده است. قیمت افاده تانگنسی 75 گرادوس حساب کرده شود. تانگنسی 75 گرادوس رو میتونیم یعنی به نمود سوم تبدیل دهیم که این طرز خیلی قلای می باشد. 45 گرادوس جمع 30 گرادوس. 45 گرادوس رو به 30 گرادوس جمع کنیم و ما عدد 75 گرادوس حاصل می شود که شما در اینجا دیده ایستاده اید. پس فرموله سوم تانگنس رو استفاده برده قید میکنیم. تانگنسی 45 گرادوس جمع تانگنسی 30 گرادوس تقسیم 1 مینوسی تانگنسی 45 گرادوس ضرب تانگنسی 30 گرادوس حاصل می شود. برابر قیمت افاده رو می یابیم. در صورت حاصل می شود 1 جمع تانگنسی 30 به 1 تقسیم ریشه کوادراتی از 3 برابر است تقسیم 1
1 مینوسی تانگنس سی باز با 1 تقسیم ریشه کادراتی از 3 برابر است. پس قیمت ifade را ساده میکنیم. ریشه کادراتی از 3 جمع 1 تقسیم ریشه کادراتی از 3 تقسیم ریشه کادراتی از 3 مینوس 1 تقسیم ریشه کادراتی از 3 حاصل می شود که آن موافقاً برابر است به ریشه کادراتی از 3 جمع 1 تقسیم هنگامی تقسیم به ضرب تبدیل می یابد و ریشه های کادراتی از 3 با ریشه کادراتی از 3 اصلاح شده و ما ریشه کادراتی از 3 مینوس 1 باقی می ماند که این جواب مثالی دوم به حساب می رود. بیایید مثال سوم رو همراه شما دیده برایم. در شرط مثال سوم چی ناموده است؟ قیمت ifade را ساده کنید. یعنی به ما دو مثال آورده شده است که ما باید قیمت عددی این ifade ها رو یابیم. آنها را قید میکنیم. مثال سوم در شرط مثال سوم در آ چنین ناموده است؟ تانگنسی 20 گرادوس جمع تانگنسی 10 گرادوس تقسیمی در مخرج باشد 1 مینوسی تانگنسی 20 گرادوس ضربی تانگنسی 10 گرادوس. مثال ب را نیز همراه دیده میبریم. برای حل کردن این مثال یعنی که ما در فرمولایی که در بالا ذکر کرده بودیم باید طرف چپ با طرف راست و طرف راست با طرف چپ عینیتاً برابر باشد. پس این را به نوبت گرفتن با ما طرف راستی برابری داده است، پس با طرف چپ تبدیل میدیم. یعنی می نویسیم تانگنسی 20 گرادوس جمع تانگنسی 10 گرادوس تقسیمی 1 مینوسی تانگنسی 20 گرادوس ضربی تانگنسی 10 گرادوس. این برابر است با موافقاً تانگنسی 20 گرادوس این جایی به جای الفا و تانگنسی 10 گرادوس به جای بتا آمده است. پس می نویسیم تانگنسی در داخل قوس 20 گرادوس جمع تانگنسی 10 گرادوس. هنگامی تانگنسی 20 گرادوس رو با 10 گرادوس جمع کنیم کسر زیرین حاصل می شود. در نتیجه تانگنسی 20 را با 10 جمع کنیم 30 گرادوس حاصل می شود. تانگنسی 30 گرادوس باشد. این با 1 تقسیمی ریشه کادراتی از 3 یا اینکه ریشه کادراتی از 3 تقسیم 3 برابر است که جواب این مثال به حساب می رود. آن را قید کردن ممکن است که جواب این مثال با ریشه کادراتی از 3 تقسیم 3 برابر است. مثال دوم را دیده می برایم. یعنی در شرط مثال دوم به چنین آمده است 1 جمع تانگنسی 2 گرادوس ضربی تانگنسی 152 گرادوس و تقسیمی در مخرج باشد تانگنسی 152 گرادوس مینوسی تانگنسی. برای حساب کردن قیمت این ifade ما باید فرمول رو تبدیل دهیم که کسر زیرین رو تبدیل دهیم که موافق فرمولی در بالا بوده حساب کرده شود. یعنی هنگامی جای صورت خیلی که از این معلوم است و جای مخرج دیگر نمود بودن ما می توانیم فرمول رو تطبیق کنیم. پس ما جاهای صورت و مخرج رو جای عوض کرده فرمول فرق تانگنس ها رو پیدا میکنیم یا اینکه حاصل میکنیم. می نویسیم تانگنسی 152 گرادوس مینوسی تانگنسی 2 گرادوس تقسیمی 1 جمع تانگنسی 152 گرادوس ضربی تانگنسی 2 گرادوس. این برابر از بس که ما جای صورت و جای مخرج رو عوض کردیم باید آن را به داخل قوس نوشته درجه آن را به مینوس 1 ضرب کنیم که آن عینیتاً برابر شود. چخیلی که از این قوس уже پای بردید تانگنسی 152 مینوسی تانگنسی 2 گرادوس و ما تانگنسی از 152 دور رو گیریم 150 گرادوس رو میدهد که آن رو در داخل قوس می نویسیم و درجه آن رو به مینوس 1 عوض میکنیم. دوام میدهیم تانگنسی 150 گرادوس رو قیمت آن را موافقاً از روی جدول فونکسیون تریگونومتری نوشته ممکن است که قیمت عددی آن با مینوس 1 تقسیم ریشه کادراتی از 3 برابر است که آن را به درجه مینوس 1 میبرداریم.
پس این برابر است به هنگامی جای عوض کردن صورت و مخرج کسر ما میتونیم علامت مینوس رو گم کنیم، یعنی که در اینجا علامت مینوس عوض می شود. پس مینوس ریشه کواdraتی از 3 در درجه 1 حاصل می شود که قیمت عددی آن به مینوس ریشه کواdraتی از 3 برابر است که این نتیجه مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم عیناً مثال سیوم چنین آمده است. حساب کنید. طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین حساب کرده شود. مثال چهارم را می نویسیم. شرط مثال چهارم چنین است. حساب کنید. آن را قید می کنیم. چنین آمده است. تانگنسی پی تقسیم 15 جمع تانگنسی 4 پی تقسیم 15 تقسیمی در مخرج باشد 1 مینوسی تانگنسی پی تقسیم 15 و ضرب تانگنسی 4 پی تقسیم 15 داده شده است. برای حساب کردن قیمت این ifade ما باید فرمولی که همراه در اول درس نوشته بودیم آن را استفاده بریم. یعنی تانگنسی الفا جمع تانگنسی بتا موافقا تقسیمی 1 مینوسی تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بتا برابر است به تانگنسی در داخل قوس می نویسیم الفا جمع بتا. این گفته ها را به نظر گرفتم. با جای الفا قیمت آن به پی تقسیم 15 با جای بتا باشد 4 پی تقسیم 15 داده شده است که ما می توانیم برابر گفته ایستاده تانگنسی در داخل قوس پی تقسیم 15 جمع 4 پی تقسیم 15 را حاصل کنیم و در نتیجه آن تانگنسی پی تقسیم 15 جمع 4 پی تقسیم 15 و ما 5 پی تقسیم 15 حاصل می شود که در اینجا مخرج ها یک خیلند. عدد های 5 و 15 را اختصار کرده حاصل می کنیم تانگنسی پی تقسیم 3. تانگنسی پی تقسیم 3 باشد قیمت عددی آن به ریشه کواdraتی از 3 برابر است که این جواب مثال چهارم به حساب می رود. و مثال نهایی موضوع رو دیده می براییم که در اینجا طلب کرده می شود که عینیت رو اثبات کنیم. مثال 5 آن رو قید می کنیم. مثال 5 طلب کرده می شود که عینیت اثبات کرده شود. یک جمع تانگنسی الفا تقسیم 1 مینوسی تانگنسی الفا این برابر است به تانگنسی در داخل قوس پی تقسیم 4 جمع الفا. باید اثبات کنیم که طرف چپ به طرف راست یا طرف راست به طرف چپ برابر است. برای اثبات کردن این ifade فرموله سومه دو کنج ها رو یعنی تانگنسی الفا جمع بتا رو استفاده میبریم تا اندمی که طرف راستی برابری به طرف چپ برابری برابر شود. می نویسیم تانگنسی پی تقسیم 4 جمع الفا این برابر است به خط کسر در بالای کسر یعنی در صورت می نویسیم تانگنسی الفا جمع در داخل قوس می نویسیم تانگنسی پی تقسیم 4 تانگنسی پی تقسیم 4 جمع تانگنسی الفا و در مخرج می نویسیم 1 مینوسی تانگنسی پی تقسیم 4 ضرب تانگنسی الفا. در نتیجه برابر قیمت عددی تانگنسی پی تقسیم 4 به 1 برابر است جمع تانگنسی الفا. قیمت عددی تانگنسی باز پی تقسیم 4 باز به 1 برابر است. پس 1 مینوسی 1 را به تانگنسی الفا ضرب کنیم و تانگنسی الفا برابر است که این نتیجه مثال داده شده به حساب می رود. خیلی که از این مثال پای بردید ما اثبات کردیم که در حقیقت
تانگنسی پی تقسیم 4 جمع الفا برابر است به خط کسر یک جمع تانگنسی الفا تقسیم 1 مینوسی تانگنسی الفا که این ifade را ما اثبات کردیم. خوانندگان عزیز، برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال ها برای مستحکم کنی داده می شود. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.